سلام، من اومدم با یه ویدیو دیگه. من میخواستم تجربیات خودم رو از اون موقع که حالا چی شد که به فکر مهاجرت افتادم. من توی ایران کارشناسی و کارشناسی ارشدم و مهندس شیمی بودم. کارشناسی دانشگاه سنندج بودم و برای کارشناسی ارشد من دانشگاه صنعتی شیراز رفتم. زمانی که من کارشناسی بودم اصلا به فکر اپلای کردن، به فکر رفتن خارج مهاجرت نبودم. حالا من فکر میکنم سال 1390 بود سالی که من رفته بودم دانشگاه و حتی به فکر این نبودم که ارشد بخونم. من گفتم حالا 4 ساله تموم میکنم بچلر کارشناسی و بعدش هم حالا میرم یه جایی سر کار دیگه. اینجوری این چیزی بود که توی ذهن من بود. ولی بعدش که کارشناسی تموم شد برگشتم شهر خودمون. نمیدونم چی شد ولی میخواستم ارشد بخونم و خیلی جالب بود چون من میخواستم رشته‌مو عوض کنم، مثلا برم ارشد حسابداری بخونم. ولی من رفته بودم اون مؤسسه، یکی از مؤسسه‌ای که برای ارشد بود، و همونجوری که میگفتم گفت تو که دانشگاه فلان بودی، مثلا مهندسی شیمی خوندی، رشتهش خوبه، برای چی میخوای عوض کنی؟ و من همونجا گفتم که آره واقعا، چون به خاطر مثلا شرایط بازار کار و اینا بود. حالا از یکی از فامیلا شنیده بودم نه مثلا حسابداری خوبه فلانه، میخواستم دانشگاه بهتری قبول بشم چون دانشگاه سنندج، چون که مهندسی شیمی تازه اومده بود، خیلی شرایط خوبی نبود از لحاظ اساتید. شرایط همیشه برای مهندسی شیمی خوب نبود اونجا. برای همین گفتم که یه دانشگاه بهتری باشه. شب کنکور مثلا درست نخوابیدم. خلاصه من دانشگاه صنعتی شیراز قبول شدم، ولی من باز خیلی خوشحالم که اونجا قبول شدم. بعدش که رفتم اونجا، خب دانشگاه صنعتی شیراز یه دانشگاه کوچیک‌تری. اصولا دانشگاه صنعتی چون که اکثرا همون رشته‌های محدودتری رو دارن، کوچیک‌تر هستن. ولی یه چیز مثبتی که داشت، چون که مثلا ما پی اچ دی نداشتیم، بچلر نداشتیم، فقط مستر در رشته ما، خیلی راحت‌تر شما میتونستین با اون استاد برای تزتون و اینا راحت‌تر ارتباط برقرار کنین و این خب خیلی نکته مثبتی بود برای من خودم. مثلا اون ارشد که شروع کردم خیلی گیج بودم، چون من میگفتم وای من بچلر برای لیسانس خیلی معدل خوبی نداشتم، خیلی مثلا درس نمیخوندم، من الان ارشد چجوری بگیرم؟ همه مراحل زندگی من اینجوری بود. من مثلا یه چیزی رو انجام میدادم، بعد وقتی میشد مثلا من حالت شوک میشدم که وای من نمیتونم ادامه بدم. حالا شده ولی الان از این به بعدش چی میشه؟ ارشد شروع کردم و من توی بچلر کلا همیشه ریاضیم خوب نبود و مثلا توی لیسانس هم همیشه میلنگید، مخصوصا اینکه ترم اول ریاضی افتاده بودم و خیلی برای من مشکل ایجاد کرده بود چون همه درس‌ها به هم ربط داشت. ولی شرایطی که دانشگاه‌های بهتر همیشه دارن اینه که تو بیشتر میتونی پیشرفت کنی، نه صرفاً به خاطر نظر منه، نه صرفاً به خاطر اون چیزی که دانشگاه بهت میده، به خاطر اون جوی که بین دانشجو هست. مثلا من دانشگاه کردستان که بودم اصلا کسی نمیدونست من نشیده بودم مثلا یکی بگم مثلا فلانی اپلای کرد، اصلا چی بود هیچی نمیدونستی. من فکر می‌کردم اگه کسی میره خارج، حالا خارج از کشور بورس میشه، این دیگه نابغه است، یعنی فقط نابغه ها میتونن این کار انجام بدن. همون موقع که داشتم برای ارشد میخوندم از اونجا دیگه تصمیم گرفتم که ایران نمیخوام زیاد بمونم. انگاری با واقعیت مثلا مواجه شدم. قبلش یه جوری بود که همه چیز تو ذهن آدم بود، حالا خانواده فلان دوستا، یه جوری بود که اوکی میری درس میخونی بعد میری سر کار، همین زندگی. بعد دیگه بعد که تموم شد گفتم که نه، مثلا انگاری رفتی توی جامعه واقعا وقتی که لیسانس تموم میشه. بعد دیدم که این چیزی نیست که من میخوام. بعد گفتم که اگه بشه من حالا تلاشمو بکنم و اینا، سعی میکنم یه جوری راهشو پیدا کنم که برم خارج از کشور. استادمون هم خیلی چیز بود که مثلا نه مثلا کار کنی مقاله بدی. من مثلا خودم الان یکم پشیمونم چون یادم یه کاری بود استاد گفته بود دهین مثلا، یعنی تزمون رو که داشتیم انجام میدادیم، مثلا گفت حالا مثلا فلان کار اگه بخوای انجام بدی هم خوب، مثلا میتونیم مقاله بدیم. ولی من اون موقع حالا این بودم، موتیویتد نبودم، گفتم نه حالا بذار کارامو انجام بدم همین تموم شه. همون موقع هم مثلا داشتم کلاس زبان رو میرفتم، ولی خب نه اینکه برای آیلتس، فقط میرفتم که همون A1 A2 اینا رو بگذرونم. فکر میکنم تا B1 انگلیسی همون توی شیراز که گذرونده بودم. میگم خیلی هم تلاش نمیکردم بخونم ولی خب خوب بود که حداقل نذاشتمش کنار. بعدش هم مثلا اینجوری بود که فیلم زیاد میدیدم و اینا. بعدش اون یه سال بود برگشتم شهرمون. بعد توی یه شرکتی، حالا شرکت خانواده بود، من یه مدت مشغول شدم به کار و حالا هدفم هم این نبود اونجا بمونم،
گفت یعنی 2 هفته من رسیده بودم شهرمون، بعد مثلا این توی 2 هفته پیش اومد، مثلا میخواد بری اونجا کار کنی. گفتم خب باشه، حالا فعلا میرم تا ببینم شرایطم چه جور میشه. همون موقع دیگه استارتشو زده بودم که داشتم سرچ میکردم، داشتم شروع کردم به کار. همچنان داشتم خیلی سنگین سرچ میکردم، یعنی من یه نوتبوک داشتم، چون من اونجا نمیدونستم واقعا چه کشوری مد نظرم باشه و برای کدوم کشور تلاش کنم. بعد مثلا این نوتبوک داشتم، بیشتر فوکسم روی کانادا بود، شرایط پی آر کانادا رو، حالا از اکسپرس اینتری و همچنین برای دانشجویی. مثلا این توی نوتبوک من اینجوری اسم کشورها رو نوشتم بالا، حالا برای پی اچ دیش. بعد مثلا شرایطی که عموما مثلا میانگین نمره زبان چی باید باشه نوشتم. نکاتو از خود سایت‌های دانشگاه برمی داشتم، از طریق ویدیوهایی که تو یوتیوب بود بچه‌ها قبلا کار کرده بودن اسپسیفیک مخصوصا واسه اون دانشگاه، اون شهر، اون کشور. خلاصه اینو همه داشتم. برای همین من بعد یه مدت اطلاعاتم خیلی زیاد بود. دیگه همون موقعم که رسیدم از دوستم پرسیدم که کدوم استاد مثلا هست که من بتونم آیلتس باش برم کلاس بردارم و میخوام حضوری هم باشه. همچنان من کار میکردم، همچنان کلاس زبانمو میرفتم و اطلاعاتمو داشتم جمع میکردم. و از یه ور دیگه من مسترم تموم شده بود، دیتامو داشتم، حالا دوباره مقاله من بود، یعنی 4 تا کار داشتم همزمان انجام میدادم. یادم میاد که اصلا دیگه میخوابیدم بعد صبح میرفتم سر کار، اصلا نمیفهمیدم. الان مثلا میگم وای شد چه جونی داشتم، الان شاید نتونم اونقدر اکتیو باشم. حالا اون موقع من فکر کنم 24 سالم بود، نه آره 24 سالم بود، 25 سالم بود. سال 2020 بود که من پابلیش شد مقالم. اونجا دیگه جرقه خیلی، چون من منتظر بودم، گفتم ببین من اون موقع مثلا میخوام اپلای کنم که مقاله‌مو داشته باشم، چون معدل خیلی بالایی نداشتم. گفتم برای من یه پایان مثبت میشه، برای همین خب منتظر وایسادم. بعد مقالم 2020 چاپ شد دیگه. از اون موقع گفتم که نه من دیگه، چون میخوام سال بعدش تابستونه فکر کنم یا بهار 2020 بود دیگه، گفتم الان نمیشه، پس سال بعد من دیگه میخوام مثلا شروع کنم به اپلای کردن. من دیگه سفت و سخت برای آیلتس رفتم و امتحانم هم فکر میکنم جولای و اینا دادم، چون من اینجوری تو ذهنم بود که خب طبق اطلاعاتی که داشتم اکثر دانشگاه ها خب برای کال زمستون پاییزشون بهتره خب استارتش از تابستون بزنی. برای همین یه جوری تنظیم کرده بودم که زبانمو اون آخر بدم که بعد شروع کنم ایمیل زدن و دانشگاه پیدا کردن. برای من مثلا یه جوری شیرین بود تا اون موقع داشتم اون کارا رو انجام میدادم، آماده میشدم. بعدش که اینجور شد که اینا همه جور شد و شروع شد به دانشگاه پیدا کردن، من یه لیستی توی اکسل درست کرده بودم از مثلا اسم اساتید، تقریبا مثلا اون کارهایی که انجام میدن و لینک هایی که هست مربوط بهشون، ایمیلشون که اینا بعد بتونم بهشون ایمیل بزنم. شروع کردم که همین اساتید رو پیدا کردن، ایمیل زدن. موقع میگم فوکسم کانادا بود، ولی همون موقع 2019 کووید شده بود و اکثر دانشگاه ها، اکثر همه جا اصلا عجیب عوض شده بود، خیلی فان نداشتن، مثلا میگفتن اوکی ولی مثلا ما فان نداریم. استرالیا مثلا خیلی خوب ولی اصلا مرزاش بسته بود، یعنی استاد میگفت که اوکی ولی ما هنوز نمیدونیم مرزمون بسته است. واقعا کانادا محدود بود، شما فقط یک سری دانشگاه داری چون خیلی تعداد دانشگاه بالا نیست و خب خیلی محدودتر. کووید بود، منم خیلی میگم سطحم خیلی سطح بالایی نبود. آمریکا هم شرطش اونجور بود، آمریکا کلا آسون‌تره، ولی منظورم اینه که خب چون خیلی محدوده گسترده شما دارین از دانشگاه، ولی برای من چیزی نبود که میخواستم. یه سری وبسایت داشتم که خب واقعا یکی از بچه‌ها که قبلا اپلای کرده بود خیلی اطلاعات خوبی داد، کلی لینک به من داده بود و اینا. دیگه من شروع کردم نگاه کردن. حالا اروپا که آخر میگی اروپا کلی کشور هست، حالا هر کشوری چی میگم زبان خودشو داره. بعد دیگه شروع کردم برای پی اچ دی. خب خیلی اینجا آپشن‌ها اینجوری بود که مثل کار بود، یعنی یه سری مثل چی میگن آگهی کاری میزدن، اینقدر ساعت کار میکنی فلان. اینا یکم کامپتیتیو تر بود، مثلا برای آلمان، مثلا هلند خیلی شرط خوبی داشتن ولی خب خیلی کامپتیتیو تر. ایمیل زدم به یکی از استادای دانشگاه سپینز که الان هستن تو گروه های مهندس شیمی که اونم توی بایو کار کرده بود. بعد اون به من واقعا دستش در نکنه، به من لینک فرستاد، گفت مثلا ما اینجا اینجوریه که شما باید مستقیم اپلای کنی برای دانشگاه.
و گفتم که اوکی. بعد گفت مثلا این مارچ لینک برای مارچ، اینم یه لینک دیگه است که یه کال دیگه هست برای تابستون بود که من برای اولی اپلای کردم چون برای اینترنشنال ها بود. و حالا دانشگاه دیگه که من مصاحبه گرفتم برای اینجا. حالا بقیه‌اش رو نمیخوام، ویدیو خیلی طولانی بشه، الان خیلی بورینگ میشه، شاید توصیلاتم سر بره، ولی میخواستم کلا شرایطم از اول بگم، شاید خیلی ها مثل من باشن، چون میگم من خیلی دانشجوی تاپی نبودم. اگه واقعا بخواید تلاش کنید، اگه آدم تلاشگری باشین و برنامه ریزی بخواید، من دیدم بچه‌های دوستای خودم که مثلا 3 سال 4 سال، من فقط 1 سال بگم چند ماه، نه 1 سال مثلا ایمیل زدم و اینا. من بچه‌هایی میشناختم که مثلا چند سال اینا داشتن ایمیل میزدن، مثلا امسال تموم میشه دوباره این از اول، مثلا همچنان داشتن تلاش میکردن. شرایط رزومه آدم و تلاش و حالا یه مقدارم شانس، همه اینا دست به دست هم میده، مثلا میگه حالا بشه نشه. ولی مثلا خیلی بودن مثلا میگم نه فقط اینجا، مثلا دوست من آمریکا میخواست، گفت نه مثلا آمریکا، داداشم اونجا بود. و واقعا با اینکه چند سال طول کشید، بیشتر مشکل اونها مثلا امتحان زبانش بود. یکی از دوستای دیگه هم مثلا کانادا رو میخواست. همه اینا که میگم واقعا همونجا هستن. سعی میکنم که حالا بعد از اون موقع، حالا گفتم مصاحبه گرفتم، حالا چی بود، آپشن‌ها چی بودن، اینا رو بقیه رو توی ویدیوهای بعدی بذارم و امیدوارم که هر کسی یه هدفی داره و داره براش خیلی تلاش میکنه بتونه توی هر چند مدت زمان کمتری به اون برسه.